ما میدونیم که CSS و HTML فقط برای طراحی وبسایت‌های فروشگاهی و مابقی وبسایت‌ها نیستش. اگر خوب یادشون بگیریم میتونیم باهاش طرح‌ها و کارهای خیلی جالبی رو انجام بدیم. مثل همین کاری که کنار من دارید تصویرش رو می‌بینید و قراره توی این ویدیو همچین طرحی رو پیاده سازی کنیم با استفاده از HTML و CSS. پس توی این ویدیو همراه من باشید. سلام دوستان، من رضا کوساری هستم و خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه از این کانال در خدمتتون هستم. من توی این کانال موارد و مباحث مربوط به برنامه‌نویسی، طراحی وبسایت و کلاً مباحث روز برنامه‌نویسی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. توی این ویدیو هم قصد داریم بیایم و با استفاده از HTML و CSS همچین طرحی رو پیاده سازی بکنیم که بسیار طرح جالبی هستش و قرار نیست کلا ما HTML و CSS رو یاد بگیریم، فقط بیایم و باهاش فروشگاه طراحی کنیم، سایت‌های تجاری رو بیایم و پیاده سازی بکنیم. خیلی طرح‌های جالبی رو اگر خوب یادشون بگیریم میتونیم با استفاده از این دوتا پیاده سازی بکنیم. توی این ویدیو قصد داریم بیایم همچین کاری رو انجام بدیم و با استفاده از افکت‌هایی که CSS در اختیار ما قرار میده همچین طرحی رو پیاده سازی بکنیم. پس اگر موافق باشید بریم با هم دیگه این طرح رو پیاده سازی بکنیم. سلام دوستان عزیز، بسیار خوشحالم که با یه جلسه دیگه از دوره HTML و CSS پیشرفته در خدمتتون هستم. توی این جلسه همونطور که میبینید معرفی پروژه نداریم به آنچنان که مثل جلسات قبلی بود، چون پروژه بسیار آسونی هستش و میخوایم سریع بیایم پیاده سازیش کنیم و نکاتش رو هم بهتون میگم که نکات زیادی نداره. دقیقاً میخوایم همچین پروژه‌ای رو توی این جلسه با هم دیگه پیاده سازی کنیم. خب اولین کاری که میکنم به چه صورت هستش؟ اولین کاری که میکنم وارد آیدی خودم میشم و پروژم رو میسازم که من از قبل اومدم این کاری کردم و پروژم رو به وجود آوردم. فقط کافیه بیام و فایل مربوط به HTML خودم رو با نام index.html و همینطور فایل مربوط به CSS خودم رو با عنوان style.css به وجود بیارم. style.css رو توی این قسمت فراخوانی میکنم، لینکش میکنم به قولی و میام کدهای خودم رو به وجود میارم. یه دونه تگ من بیشتر استفاده نمی کنم. تگ دقیقاً چیه؟ میتونم از تگ های معنایی استفاده کنم، میتونم از تگ دیو استفاده کنم. میام توی همین قسمت از تگ دیو استفاده میکنم و بهش کلاسی هم نمیدم و میرم سر وقت کدهای style.css خودم. اولین کاری که میکنم طبق روال معمول که میومدیم پروژه ها رو پیاده سازی میکردیم، استار رو توی این قسمت فراخوانی میکنم. میگم پروژم نمیخوام مارجینی داشته باشه، پروژم نمیخوام پدینگی داشته باشه و همینطور میخوام باکس سایزینگش هم برابر بوردر باکس باشه. الان میام و دقیقاً تگ دیوم رو صدا میزنم. خب و میگم یه سری استایل هایی رو قراره تو بگیری. میخوام کل صفحه رو برام بگیری. دقیقاً میگم 100% صفحه رو برام بگیر. توی مرحله بعدی میخوام بگم کل ارتفاع صفحه رو برای من بگیر. کل ارتفاع صفحه دقیقاً میشه چی؟ میشه 100 VH دیگه، 100 ویو هایت. دقیقاً توی این قسمت مینویسم چی؟ مینویسم هایتش باشه 100 VH، 100 ویو هایت. یک بک‌گراندی بهش میدم. بک‌گراندش میخوام چی باشه؟ دقیقاً بک‌گرانده که مربوط به فیلم گیم آف ترون هستش. من این رو از داخل دسکتاپ خودم کپی میکنم، البته این نیستش، اینه. دقیقاً این رو من کپی میکنم، داخل پروژه خودم پیستش میکنم و ازش استفاده میکنم. اسمش رو هم حالا همین A میذاریم باشه. یه همچی میگم بک‌گراندش باشه URL. میخوایم از تصویر استفاده کنیم و تصویرش رو دقیقاً برابر a.jpg قرار میدیم. یه دور پروژه رو من اجرا میکنم، ببینیم به چه صورت دقیقاً برای من داره نشون میده. خب اومده به این صورت داره نشون میده که اصلا درست نیستش. میومدیم چیکار میکردیم توی جلسات قبلی؟ میومدیم یه بک‌گراند سایز بهش میدادیم و یک بک‌گراند پوزیشن. بک‌گراند سایزش رو برای چی قرار میدم؟ بک‌گراند سایزش رو برابر کاور قرار میدم. بک‌گراند پوزیشنش رو هم برابر سنتر قرار میدم. سیو میکنم و پروژه رو یه دور دیگه اجرا میکنم که توی این قسمت هستش. خب الان دقیقاً داره برای من به درستی نشون داده میشه. حالا میرم سراغ سر وقت این لکه و میخوام این لکه رو به وجود بیارم. این لکه دقیقاً کجا هستش؟ من تصویرش رو از داخل دسکتاپ خودم که این هستش دقیقاً برمیدارم و داخل پروژه خودم میندازم. این رو دقیقاً اینجا کپی میکنم. spash.jpg بود یا png؟ jpg رو کپی میکنم و توی این قسمت پیستش میکنم و الان سر وقت
این لکه میرم و این رو به وجود میارم. چیکار میکنم؟ من میتونم یه تگ دیگه رو روی این قسمت بندازم. میتونم از بیفور ها هم استفاده کنم. من از همون بیفور استفاده میکنم، میگم دیو 2 نقطه بیفور و الان میخوام بیام این لکه رو روش اعمال بکنم. خب چون قرار خودم بسازم، کانتنتش رو برابر خالی قرار میدم و قرار روی این دقیقاً این تگ بیفته، میام بهش پوزیشن میدم دیگه. پوزیشنش رو از نوع ابسولوت قرار میدم برای اینکه اعمال بشه. پدرش رو از نوع ریلیتیو قرار میدم، میگم پوزیشنش برابر ریلیتیو هستش و میام توی این قسمت یک تاپ و یک لفت میدم که دقیقاً بیاد و بیفته روی عکسم. تاپش رو برابر 0 قرار میدم، لفتش رو برابر 0 قرار میدم و الان یک عرض و ارتفاع بهش میدم. عرضش رو هم میگم 100% عرض صفحه رو برای من بپوشون و همینطور ارتفاع برابر ارتفاع پدرت رو بپوشون. ارتفاع پدرش دقیقاً چی بود؟ 100 ویچ، یعنی کل صفحه. خب دقیقاً میگم بیا و این رو هم برای من بپوشون و یک بک‌گراندی رو بهش بده. بک‌گراندش به چه صورت باشه؟ بک‌گراند URL دقیقاً اسپش رو توی این قسمت من میام پاس میدم. خب این رو من سیو میکنم و الان میرم یه دور اجرا میگیرم ببینیم به چه صورت تا الان در اومده. این رو یه دور اجرا میکنم. خب دقیقاً اومده به این صورت روش اعمال شده و همونطوری که میبینید سایزش بزرگه، پس باید بیام یه بک‌گراند سایزینگ رو بهش اعمال کنم. میگم بک‌گراند سایزش برابر باشه با کاور و همینطور یک بک‌گراند پوزیشن سنتر رو هم بهش اعمال میکنم. خب این رو سیو میکنم و یه دور دیگه پروژه‌ام رو اجرا میکنم. خب همونطور که میبینید دقیقاً اومد و این لکه توی این قسمت افتاد. برای اینکه من بیام سایز این لکه رو افزایش بدم، میتونم کاور رو توی این قسمت بردارم و بهش پیکسل بدم. میتونم هر تعداد دلم میخواد پیکسل بدم. میتونم 2000 پیکسل بدم. بذارید اینجا بنویسم. میتونم بنویسم 2000 پیکسل. سیو میکنم و یه دور این رو اجرا میکنم. خب همونطور که میبینید این لکه بزرگ کوچیک میشه. اما توی این قسمت من اومدم از پیکسل استفاده کردم، ولی خب توی این قسمت میخوام از کاور استفاده کنم ببینم به چه صورت در میادش. کاور رو من توی همین قسمت می‌نویسم، سیو میکنم و الان یه دور دیگه اجرا میکنم و میریم مرحله بعدی رو انجام میدیم. خب الان خوبه. مرحله بعدی به چه صورت هستش؟ مرحله بعدی من میخوام بیام از میکس بلند مود استفاده کنم. از میکس بلند مود داخل پروژه مربوط به دوره CSS استفاده کردیم که میومدیم دو تا تصویر رو با هم دیگه میکس میکردیم. الان هم باز دوباره میخوایم به همون صورت استفاده کنیم، اما داخل اون جلسه اومدیم از مولتیپلای استفاده کردیم. داخل این جلسه میخوایم از اسکرین استفاده کنیم. اسکرین دقیقاً میاد چه کار میکنه؟ بذارید من دستورش رو توی این قسمت بنویسم و بعدش بهتون توضیح بدم که چه کار میکنه. میگم میکس بلند مود و اسکرین رو توی این قسمت پاس میدم. اسکرین دقیقاً میاد و جاهای تیره صفحه رو برای من پیدا میکنه. جای تیره صفحه الان کجا هستش؟ دقیقاً توی همین ناحیه هستش. هر جا که یک نقطه مشکی رنگ یا تیره رنگی رو اومد دید، اون رو تبدیل میکنه به بک‌گراندش. یعنی چی؟ یعنی اون رو حذف میکنه و بک‌گراند رو برای من نشون میده. حالا هر چقدر این نقاط تیره روشن‌تر باشن، این بک‌گراند برای من یه خورده تارتر میشه. الان من میام یه دور این رو اجرا میکنم ببینید به چه صورت هستش. خب دقیقاً اومد جاهای تیره صفحه رو که این لکه‌های تیره بود رو برای من شناسایی کرد و حذفشون کرد و بک‌گراند رو داره برای من نشون میده. برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمیم، من اومدم از چند تا از این اسپش ها ساختم داخل حالا رنگ های مختلف. همونطور که میبینید یه خورده رنگش توی این قسمت داره کم رنگ تر میشه. توضیحاتی که بهتون دادم به چه صورت بود؟ من اینا رو کپی میکنم داخل پروژه خودم میندازم. میخوام کامل بهتون توضیح بدم که این میکس بلند مود با ولیو اسکرین داره چیکار میکنه. من میام این اسپش که رنگ کامل مشکی بود رو برمیدارم و میگم اسپش شماره 1 رو میخوام بهش بدم. اسپش شماره 1 به چه صورت هستش؟ اسپش شماره 1 بذارید بیارمش. دقیقاً از این اسپشی که توی این قسمت بود یه خورده برای من تیرگیش کمتر شده. گفتم هرچی این تیرگی متمایل به سفید بره، بک‌گراند رو برای من تارتر نشون میده و وقتی کلا این سفید شد، کلا سفید برای من روی بک‌گراند رو هم میگیره. الان یه خورده من این رو اومدم و مشکیش رو کم کردم و تقریبا همچین رنگی رو میخوام روی بک‌گراند اعمال بکنم. الان دقیقاً اعمالش کردم و اسپش شماره 1 رو توی این قسمت پاس دادم. الان میرم یه دوره دیگه پروژه‌ام رو اجرا میکنم ببینیم به چه صورت هستش. الان توقع دارم که این بک‌گراند برای من یه خورده تار بشه، یه خورده اپاسیتیش بره بالاتر و این اپاسیتی صفری که توی این قسمت هستش برای من اپاسیتیم بالاتر بره. یه دوره رو اجرا میکنم.
همونطوری که میبینید دقیقاً اومد و یه خورده بک‌گراند رو برای من تارتر نشون داد. و الان میام از اسپش شماره 2 استفاده میکنم. اسپش شماره 2 باز یه خورده نسبت به اسپش شماره 1 رنگ روشن‌تری داره. پس اسپش شماره 2 رو هم توی این قسمت من صدا میزنم. خب سیو میکنم و یه دور دیگه پروژه‌ام رو اجرا میکنم. الان باز دوباره تارتر میشه همونطوری که میبینید و همینطور اسپش شماره 3. اسپش شماره 3 رو هم من روی این قسمت اعمال میکنم و یه دور دیگه اجرا میکنم. همونطوری که میبینید دیگه تقریبا داره برای من نامرئی میشه. من اومدم از یک تصویر دیگه هم استفاده کردم. تصویر رو داخل فتوشاپ خودم به این صورت در آوردم. یه قسمت‌های مشکی هستش و یه قسمت‌های سفید هستش. گفتیم به چه صورت کار میکنه میکس بلند مود با ولیو اسکرین. میاد جاها و نقطه‌های مشکی از تصویر رو برای من شناسایی میکنه که این ناحیه‌ها مشکی هستش و این ناحیه‌های مشکی رو برای من حذف میکنه و بک‌گراندش رو برای من نشون میده و جاهایی که هر چقدر سفیدتر باشه برای من همون سفید نشون داده میشه و هیچ دستی به اون قسمت نمیزنه. پس الان من میام این رو هم روی پروژه‌ام اعمال میکنم. فکر کنم داخل پروژه انداختم. آره تست رو ننداختم. این رو دقیقاً میام و داخل پروژه‌ام میندازم توی این قسمت و توی این قسمت این رو میام صدا میزنم. چی بود اسمش؟ test.png. test.png. انتظار من چیه؟ انتظار من دقیقاً اینه که بیاد و جاهایی که مشکی هستش رو بک‌گراند رو نشون بده و این جای سفیدی هم که هستش رو هیچ دست بهش نزنه و اینها روی تصویر بیفته. بریم یه دور پروژه رو اجرا بکنیم ببینیم به چه صورت برای من در میاره. خب همونطوری که می‌بینید دقیقاً اومد جایی که مشکی بود رو برای من کلا بک‌گراند رو قرار داد و جایی که سفید بود رو این ناحیه‌های سفید رو روش نشون داد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. پس توی این جلسه با یه دونه پراپرتی جدید آشنا شدیم. البته جدید نبود، داخل دوره CSS به صورت یه دونه گذرا ازش رد شدیم و داخل یه دونه پروژه استفاده کردیم. اما داخل این جلسه اومدیم با یه دونه ولیو دیگه اش کار کردیم. پس اسکرین چیکار می‌کرد؟ میکس بلند مود با ولیو اسکرین میاد جاهایی که تیره هستن رو برای ما بک‌گراند رو نشون میده. حالا هر چقدر اون تیرگی پررنگ‌تر باشه بک‌گراند برای ما واضح‌تر هستش. این رو داخل ذهنتون داشته باشید. میکس بلند مود با ولیو اسکرین میاد نقاط مشکی تصویر رو برای من شناسایی میکنه و دقیقاً اون قسمت‌ها رو پاک میکنه و بک‌گراند رو توی این قسمت برای من نشون میده. خب این هم پروژه‌ای بود که توی این جلسه با هم دیگه کار کردیم. خیلی خیلی راحت بود. نکته خاصی به غیر از این ولیو و این حالا پراپرتی که توی این قسمت استفاده کردیم بیشتر نداشت و تمامی اینها رو داخل جلسات قبلی دیگه استاد شدیم از بس که اینها رو استفاده کردیم. ولی تازه اول کاریم. 70 پروژه هستش که ما تازه پروژه نهم هستیم. اینقدر از اینا استفاده کنیم تا زمانی که اسم پراپرتی اومد شما فرار کنید از بس که این به گوش شما خورده و ازش استفاده کردیم و دیگه تقریبا استاد شدیم. بعد از این که این دوره رو بگذرونین این قول رو من بهتون دادم و باز دوباره این قول رو تکرار میکنم. بعد از این که این دوره رو بگذرونین شما استاد CSS میشید. هیچ چیزی از CSS نمونده که بلد نباشید. داخل بعضی از پیجا میاد و یک سری دستورات CSS که شاید 1 در میلیون هم استفاده نشه ازشون بهتون میگن. ممکن اونها رو ببینید و حالا نسبت به یادگیری خودتون دلسرد بشید، اما این رو بدونید که نکات مهم و طلایی و تقریبا بیس کار رو شما به صورت حرفه‌ای یاد گرفتید و هیچ چیزی نمونده که از CSS شما ندونید. پس به این چیزها توجهی نکنید و کار و راه خودتون رو ادامه بدید. خب میریم سراغ جلسه بعدی که جلسه پایانی از این فصل هستش و طراحی یک قالب شیک و زیبا هستش که با هم دیگه انجامش میدیم و رسپانسیوش هم میکنیم. پس میریم سراغ جلسه بعدی و کار خودمون رو ادامه میدیم.